تا حالا فکر کردی چرا بعضی چهره‌ها بدون هیچ دلیلی برات جذاب به نظر میان؟ همه میگن سلیقه است. اما اگه بهت بگم مغزت داره طبق یک کد تکاملی مخفی تصمیم میگیره چی؟ کدی که میلیون ها سال شکل گرفته تا به اجدادمون کمک کنه بهترین انتخاب رو برای بقا داشته باشن. امروز میخوایم این کد مخفی زیبایی رو رمزگشایی کنیم. سلام، اینجا نردی کافه است و امروز میخوایم بریم سراغ یه سوال خیلی بحث برانگیز. چرا بعضی چهره ها به نظرمون جذاب میان؟ شاید اولین جوابی که به ذهنتون برسه این باشه که خب سلیقه است دیگه. اما داستان خیلی عمیق تر از این حرف هست. جوابش توی گذشته تکاملی هممون پنهان شده. حتما این جمله معروف رو شنیدین که میگه زیبایی تو چشم بیننده است. خب چقدر این حرف درسته؟ یعنی واقعا هیچ معیار مشخصی وجود نداره و همه چیز کاملا سلیقه‌ای و شخصیه. روانشناسی تکاملی اینجا یه نظر کاملا متفاوت داره. این علم به ما میگه مغز ما برای فهمیدن اینکه چی جذابه و چی نیست از یه جور کد تقریبا جهانی پیروی میکنه. کدی که اصلاً هم تصادفی نیست، بلکه نتیجه میلیون ها سال تکامل بوده تا به اجداد ما کمک کنه بهترین پارتنر رو انتخاب کنن. پس این کد جهانی زیبایی دقیقاً چیه؟ تحقیقات نشون داده که استانداردهای جذابیت به شکل شگفت‌انگیزی توی فرهنگ‌ها و قومیت‌های مختلف خیلی به هم شبیهن. خلاصه اینکه وقتی می‌بینیم این همه آدم از فرهنگ‌های مختلف روی جذابیت یه چهره توافق دارن، این یعنی احتمالاً پای استانداردهای بیولوژیکی در میونه. به عبارت دیگه این توافق جهانی یک ساین خیلی قویه که ما رو به سمت ریشه‌های بیولوژیکی میبره، نه صرفاً فرهنگی. حالا که فهمیدیم یه سری استانداردهای بیولوژیکی وجود داره، سوال اینه مغز ما دقیقاً دنبال چی میگرده؟ انگار مغز ما یه جور رادار ناخودآگاه داره که توی چهره ها دنبال چند تا سیگنال کلیدی میگرده. سیگنال هایی که بهش میگن این فرد چقدر میتونه جفت مناسبی باشه. سیگنال اول تقارنه. چرا تقارن انقدر مهمه؟ چون یه چهره متقارن ناخودآگاه این پیام رو میده که فرد سالم بوده و تونسته به خوبی با چالش‌های محیطی و ژنتیکی کنار بیاد. انگار یه جور کارنامه بیولوژیکیه که نشون میده طرف دوره رشدش رو با موفقیت پشت سر گذاشته. سیگنال دوم یه چیزیه که بهش میگن averageness. این شاید عجیب به نظر بیاد، اما تحقیقات نشون داده چهره‌هایی که با کامپیوتر از ترکیب صدها چهره مختلف ساخته میشن، یعنی یه جور چهره متوسطن. تقریباً همیشه جذابتر از چهره‌های فردی ارزیابی میشن. یه نظریه قوی هست که میگه این چهره‌های میانگین نشونه تنوع ژنتیکی خوب و سالمن. یعنی دور از ژن‌های خیلی خاص یا نادری که ممکنه مضر باشن. و اما سومی، هورمون‌ها. همونطور که هورمون‌ها همه زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میدن، واقعاً چهره ما رو هم شکل میدن. مثلا توی مردا ویژگی‌هایی مثل فک قوی یا ابروهای برجسته که تحت تاثیر تستوسترون هستن، ناخودآگاه سیگنال سیستم ایمنی قوی رو میدن. در مقابل توی زنها ویژگی‌های مرتبط با استروژن مثل گونه‌های برجسته یا پوست صاف سیگنال سلامتی و توانایی باروری رو مخابره میکنن. تا اینجا همه چیز خیلی نرمال به نظر میاد. اما داستان یه پیچیدگی هم داره. این ترجیحات مثل یک قانون ثابت و خشک نیستن، بلکه کاملا پویا هستن و میتونن تغییر کنن. مثلا تحقیقات نشون داده ترجیح یک زن به چهره‌های مردانه تر میتونه در طول چرخه ماهانه تغییر کنه. به خصوص در بازه‌ای که احتمال باروری در بالاترین حد خودشه. این تغییر در واقع یه جور معامله تطبیقی هوشمندانه از طرف طبیعته. وقتی احتمال باروری بالاست، مغز دنبال ژن‌های خوب میگرده. پس ترجیح میده بره به سمت چهره‌های مردانه تر. اما وقتی احتمال باروری پایینه، اولویت عوض میشه و ترجیحش میره به سمت چهره‌هایی که شاید خیلی هم مردانه نباشن، اما سیگنال یک شریک متعهد و یک پدر خوب رو برای فرزنداش میدن. حالا سوال اینه،
مغز ما این همه سیگنال مختلف رو چطوری پردازش میکنه؟ آیا هر کدومو جدا جدا تحلیل میکنه یا همشون رو با هم ترکیب میکنه و یه نتیجه کلی میگیره؟ دو تا نظریه وجود داره. یکی میگه هر ویژگی پیام جداگانه‌ای داره. مثلا تقارن یعنی سلامت، هورمون یعنی باروری. اما نظریه دوم که بهش میگن سیگنال مازاد میگه اینا همه با هم ترکیب میشن تا یه سیگنال واحد و خیلی قوی‌تر و قابل اعتمادتر به مغز بدن. شواهد علمی الان بیشتر به نفع نظریه دومه. یعنی مغز همه ویژگی‌های چهره و حتی بدن رو با هم جمع میکنه تا به یه برداشت کلی از ارزش اون فرد به عنوان پارتنر برسه. وقتی مغز این سیگنال قوی و مثبت رو دریافت میکنه، دقیقاً چه اتفاقی میفته؟ جواب ساده است. مغز این زیبایی رو به عنوان پاداش در نظر میگیره. درک زیبایی فقط یه فکر انتزاعی یا حس شاعرانه نیست، بلکه یه اتفاق واقعی در مغزه. وقتی ما یه چهره جذاب میبینیم، دقیقاً همون بخشای مغزمون که مسئول پاداش هستن روشن میشن. مثلا اگه یه فرد جذاب مستقیم به شما نگاه کنه، فعالیت مرکز پاداش مغزتون میره بالا. اما به محض اینکه نگاهش رو برداره، این فعالیت کم میشه. یعنی تماس چشمی مستقیم از یه چهره جذاب برای مغز ما واقعاً به معنی یک پاداشه. پس زیبایی در اصل یک مکانیزم تکاملی هوشمندانه است که توجه ما رو به سمت گزینه‌هایی جلب میکنه که از نظر بیولوژیکی میتونن پارتنرهای ارزشمندی باشن. در نهایت یه سوال باقی میمونه. آیا زیبایی یه پنجره است که گذشته تکاملی ما رو نشون میده یا یه آینه است که حال و تجربیات شخصیمون رو بازتاب میده؟ شاید جواب درست ترکیبی از هر دو باشه. یه تاریخ عمیق بیولوژیکی که با تجربیات منحصر به فرد هر کدوم از ما ترکیب شده.